زکات دیجیتال ابتکار کمیته مشورتی حقوق اسلامی مالزی که برای نخستین بار بستر پرداخت زکات مال و دارایی‌های دیجیتال را از طریق رمز ارزها به طور رسمی برای مسلمانان این کشور فراهم کرد. پرداخت زکات مال و دارایی‌های دیجیتال از طریق رمز ارزها اصلاً تعجب ندارد، چون اسلام انجام واجبات شرعی رو متناسب با مقتضیات زمان آسان کرده. این کمیته در حکمی شرعی ارز دیجیتال رو به عنوان وجه قابل مبادله معرفی و پرداخت زکات تجارت از طریق رمز ارزها رو به نرخ 2.5% تعیین کرده. بیت کوین ما از این پس به راحتی میتونیم زکات مالمون رو بر اساس نرخ شرعی اعلام شده محاسبه و با استفاده از بیت کوین، اتریوم و دیگر رمز ارزها پرداخت کنیم. شیوه نوین برای تسهیل در پرداخت زکات. با آغاز رسمی جمع‌آوری زکات از طریق رمز ارزها، سازگاری انجام اعمال شرعی مطابق با نیازهای روز جامعه اسلامی عملیاتی شد. احکام شرعی اسلام این ظرفیت رو دارند که متناسب با نوآوری‌های عصر حاضر به روز رسانی بشند و عمل به واجبات شرعی رو برای نسل جوان جذاب و آسان کنند. استقبال مالزیایی‌ها از زکات دیجیتال طی 2 سال اجرای آزمایشی این حکم از افزایش 73% جمع‌آوری زکات به شیوه نوین در همین مدت کوتاه حکایت داره. 54% از کل سرمایه‌گذاری‌های رمزارزها در مالزی به سنین 18 تا 34 سال تعلق داره. زکات دیجیتال به عنوان یک منبع جدید ثروت برای انجام کارهای عامل منفعه به ویژه حمایت تحصیلی و شغلی از نسل جوان هزینه خواهد شد. میزان دارایی‌های دیجیتال مالزیایی‌ها بر اساس آمار رسمی این کشور به ارزش 16 میلیارد رینگیت معادل 4 میلیارد دلار که به صورت رسمی مشمول پرداخت زکات دیجیتال شده. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.